سلام، وقت همگی بخیر. بچه بعد از کارگاه شماره یک که کارگاه روش مطالعه بود قرار شد کارگاه روش تستنی رو برگزار کنیم که حالا یه سری گفتن به صورت جزوه باشه که ما بتونیم چاپش کنیم که بعد اگه خواستیم مرورش کنیم داشته باشیم یه فایل چاپ شده ازش. کارگاه قبلی به حالت پاورپوینت بود. فنون تستنی همانگونه که می‌دانید برای پاسخ دادن به سوالات چهارگزینه علاوه بر آشنایی با روش مطالعه که اینا رو گفتیم که این 50% مسیره و یادگیری مطالب دروس، آشنایی با روش‌های صحیح پاسخگویی که همین کارگاهی که الان داریم آموزش میدیم در جلسه آزمون و حل تست تمرینی بسیار مهم، بیشتر تو قالب آزمون. حالا میتونید تستای توی خونه رو در قالب آزمونی بزنید، چه 5 تا، چه 10 تا یا چه 30 تا. مراحل مواجهه با صورت سوال. بحث الان سر صورت. جلوتر که میریم با انواع سوالات، گزینه‌ها، مواجهه با گزینه‌ها و در جلوتر مواجهه با گزینه‌های پالس مثبت و منفی هم روبرو میشیم که اینجا داریمش. بریم سر قسمت خودمون. خب مطالعه خط‌بر. جلوترم با این جمله برمیخوریم، با این عبارت برمیخوریم. یعنی چی؟ برای جلوگیری از بروز اشتباهات چشمی، عدم بازگشت چشم به عقب، این خیلی مهمه. عدم بازگشت چرا؟ چون باعث میشه زمان ذخیره کنیم. گم نکردن خطوط یا کلمات با انگشتان یا مداد. کلمات را عین مطالعه دنبال کنید. دقیقا فقط همون صرفه‌جویی در زمان باعث میشه. ترجیحاً توی دروس عملی مثل فیزیک، مثل مسائل شیمی، مثل ریاضی، حتی دروسی مثل زیست و مفاهیم و حفظیات شیمی، سعی کنید با مداد این کار رو انجام بدید. پیگیر شید اون کلمه رو، دنبال کن جمله رو، از ذهنتون پراکنده نشه. خط کشیدن زیر داده ها، به خصوص توی درس مثل ریاضی و فیزیک. در حین مطالعه در صورت سوال زیر داده‌های سهمان به ویژه مسائل محاسباتی خط بکشید. فایده این کار افزایش دقت، صرفه‌جویی در وقت، عدم نیاز به خواندن مجدد. این خواندن مجدده همینه، صرفه‌جویی در وقت. و اینم خیلی مهمه. توی پاسخ دادن دقتتون میره بالا. داده‌هاتون مرتب یه گوشه هست. دایره کشیدن دور خواستا. هدف از این کار توجه و تمرکزه. چرا؟ چون باید مرکز اون دایره توجه کنید. تمرکز بیشتر بر خواسته سوال به عنوان مرکز دایره و جلوگیری از انحراف از اصل موضوع خواسته شده باشد. به یاد داشته باشید بازی با صورت سوال یکی از شگردهای طراحی سوالات چهارگزینه‌ای. حالا جلوتر اینو بازش میکنیم. بازی با صورت سوال. مکس قبل از بررسی گزینه‌ها. ما هنوز کلا داریم راجع به صورت سوال صحبت میکنیم. پس از مطالعه صورت سوال، قبل از اینکه به سراغ گزینه‌ها بروید کمی مکث کنید. هدف از این مکث ایجاد ارتباط بین کلمات مطرح شده در صورت سوال، درک مفهوم سوال و نتیجه‌گیری برای جمع‌بندی داده و خواسته‌های سوال است که از آن به عنوان درک سوال یاد میشه. بنابراین پس از مطالعه صورت سوال لحظه عمیقا به آن بیاندیشید. این مکث پلی است که شما بین خواندن سوال و درک آن جهت پاسخگویی ایجاد میکنید. دیدین یه عبارت طولانی از مثلا زیست ببینید میترسه دانش آموز، و این چیه؟ مکث کن ببین اصلا چی گفت تو اون مکسه. خب بچه خوندن صورت سوال توی یه آزمون زماندار خب از شما وقت زیادی نمیگیره. وقت اصلی رو حل کردنش و فکر کردن بهش میگیره. این مکسه خیلی مهمه. چرا؟ این مکسه واسه تو مشخص میکنه که این سوال واسه زدنه یا واسه رد کردن یا واسه اینکه بعداً حلش کنی. بازم جلوتر راجعش توضیح میدم. بزنیمش، نزنیمش خودش دو دست است. بعداً بیایم بزنیمش، کلا نزنیمش. تو همین مکس مشخص میشه. مورد بعدی مطالعه همه گزینه‌ها قبل از حل مسئله.
در دروس استدلالی و تحلیلی مثل ریاضیات، فیزیک یا دروسی که در آنها مسئله طرح میشه، شیمی، لازم است قبل از اقدام به حل مسئله نیم نگاهی به گزینه‌ها داشته باشید. اولا از درک صورت و خواسته سوال مطمئن شوید. ثانیا از گزینه‌های نیز برای حل مسئله ایده بگیرید. مثالش روی درس فیزیک میزنم. مثلا توی سال توی آزمون آزمایشی داشتیم که بحث سوال نیمه عمر مطرح بود. با n واحد شروع کرده، با 2n واحد تموم کرده. و این چیز غیر ممکنه توی نیمه عمر. تو وقتی با 20 تا شروع میکنی قطعا باید از 20 تا کمتر باشه. نمیتونه بشه 21. دقیقا ما این سوال رو داشتیم و هم با همین نگاه میشد حلش کرد. یا مثلا اومده بود کلی داده‌های پیچیده توی صورت سوال گذاشته بود و یه نمودار حرکت شناسی هم توی به عنوان شکل گذاشته بودش. بعد گزینه‌های متنی بودن، عدد نبود. خب کلی داده رو چیده کنار هم حل کرده، به یه جواب رسیده. مثلا سرعت ثابت رو به دست آورده، شتاب به دست آورده، سرعت اولیه رو به دست آورده، جابجایی مسافت همه رو به دست آورده. بعد اومده گزینه‌ها رو میخونه، نوشته چی؟ در مثلا ثانیه اینقدر تغییر جهت، در ثانیه اینقدر مثلا محرک برگشته، مساحت زیر نمودار چی رو نشون میده. اصلا هیچ ربطی به داده ها نداشته و یه زمان طولانی صرف حل کردنش کرده. و پس مطالعه همه گزینه‌ها قبل از حل مسئله این موضوعی که حالا نه که خیلی زیاد درگیر شد، در حد 5-6 ثانیه فقط به گزینه‌ها یه نگاه سریع بنداز. ثانیاً از گزینه‌ها نیز برای حل مسئله بگی تا مجبور نباشی برای تبدیل. این خیلی موضوع مهمه. واقعا توی فیزیک اون استرس سر جلسه داشتن، سر جلسه کنکور، آزمون، آزمایش، حتی بعضی تست میزنی بازم استرس میاد. سعی کنی واحدا رو نگاه کنی، واحدی که آخر مسئله ازتون خواسته و حتی واحدی که تو گزینه هاست. بیشتر اینجا راجع به گزینه ها داریم صحبت میکنیم، مطالعه همه گزینه ها قبل از حل مسئله. بازم بحث زمان میاد مثلا خط کشیدن زیر کلمه کلیدی. کلمه کلیدی بیشتر توی درس زیست و مسائلش و مفاهیم شیمی به درد میخوره. همه، هیچ، همیشه، هرگز، بزرگترین، کوچکترین، گاهی، درستترین، نادرست ترین و چیزهای دیگه به ندرت. اینا رو هم داریم، زیرشون خط بکشه. خیلی مهمه به خصوص توی زیست. در صورتی که فهمیدن صورت سوال برای شما دشوار بود، سعی کنید ابتدا سوال رو به صورت ساده برای خود بیان کنید تا آسان‌تر منظور سوال پی ببرید. مثلا توی درس اینا بیشتر از درس زیست شناسی. مثلا توی درس زیست شناسی مثلا سلول های از گوارشی مثال میزنم که همه خوندیم. سلول های از معده انسان که هم وظیفه ترشح ماده مخاطی و هم وظیفه ترشح ماده غلیظی را دارد. اومده واسش تومار نوشته، خطش بزن، بگن سلول های پوشاننده مخاطی، میشه همین دیگه. درسته؟ یا مثلا نظام قدیمی، سلول هایی که از جنینی در قلب انسان باقی مانده و تغییری نکرده و اکثر فعالیت قلب به آنها بستگی داره. خطش بزنه سلول زرانساز. پیچیده‌اش میکنه، بیا ساده واسه خود بیانش کن. ساده، دشوار و ساده کن. حد زدن پاسخ صحیح. بچه این حد زدنه نیاز به حل تست، یعنی دو دل بودم که تو جزء بذارم یا نذارم. نیاز به حل تست خیلی 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 زیاد داره. چرا؟ بذار همین الان واسه داغ بگم. مثال قبلی چی بود؟ ضربان ساز. ما 2 تا گره داریم، پیشاهنگ یا اون گره دهلیزی بطنی. درسته؟ تو وقتی سوال میبینی میگه میخوای این دوتا رو با هم مقایسه کنی.
ببین چی اون سال ترنده، داغه. تو کتاب تستات، آزمون آزمایشی، کنکور اخیر که زدی، رو چیه این دوتا خیلی مانور دادن؟ همون جواب. حدس بزنید، چون بازم صرفه جویی، یعنی تو وقت صرفه جویی میکنی. حالا دو دل بودنش رو به خاطر اینکه درس مثل زیست واقعا جواب اکثرا جواب نمیده. اول به سوالات ساده، سپس به سوالات وقتگیر باز. سه نوع سوال داریم ما. یه سوال ساده، گفتم جلوتر توضیح میدم. یه سوال وقتگیره، یه سوال کلا دشوار. به این سوالات در وقت استاندارد خود باز. من تازه استانداردم نه، کمتر از استاندارد مال متوسطا. سوال ساده سوالیه که خیلی زودتر از اون تایم باید تموم شه. در واقع بهتره به جایی که بنوشتم سوال ساده، بنوشتم سوالی که قابل حله، چه ساده چه متوسط و چه سخت. ساده‌اش کمتر از عرف، متوسطاش هم نزدیک عرف یا حتی کمتر، و سخت‌ها باید بیشتر بره، چون هم دسته‌بندی خودشو داره. سوالات وقتگیر: پاسخ به این سوال رو میدونید اما وقتگیره و باید مدت زمان بیشتری صرف پاسخ دادن به آنها گذاشت. در این کنار این سوال یک علامت مخصوص مثل دایره بزنید. اول همه سوالات ساده رو میزنیم، ولی تو طول مسیر مثلا صورت سوال رو خوندیم، طبق روتین مکس میکنیم، میگیم خب این سوال خیلی طول میکشه حلش کنیم، یه دایره میزنیم کنارش میریم، ولی بلدی حلش کنیم و بدون پاسخ دادن به سراغ سوال بعدی میریم. برخی با خود میگوید هر تا شده با این سوال جواب بدم، با این کار وقت و انرژی خود را دست میدم و پس از گذشت زمان طولانی متوجه میشه که وقت خود را هدر دادم. بچه میدونید سازمان سنجش نمیاد وقتی پاسخ برگ شما رو چک میکنه میگه دمش کم رفته سوالای سخت رو زده، این قبوله. اون سوال آسون رو زده، اون چند تا آسون زده، خب مثلا از 30 تا 21 آسون زده. این چند تا سخت رو زده، این از سخت ها 10 تاشو زده، 10 تا سخت داشتیم 10 تاشو زده. خب کدومش قبول؟ اون 21. چرا؟ اصلا واسش مهمی تو سخت میزنی تو آسون میزنی تو متوسط میزنی، اون میگه کدوم بیشتر زده. یعنی سنجش داره مدیریت آزمون هم از تو میخواد که بگردی آسوناشو پیدا کنی. حتی انرژیت هم میره علاوه بر زمانی که صرف داری میکنی. سوالات دشوار: این سال اصلا نمیدونید، ناآشناست. بچه توی آزمون آزمایشی، حتی من میگم وقتی که داری تو خونه سوال حل میکنی و دیگه چه کنکور، زمان یاد گرفتن تو نیست. تو اونجا باید مدیریت کنی، به خصوص توی آزمون آزمایشی و کنکور. به خود سر جلسه اینو بگو که خب من این آخرین آزمونیه که دارم میدم دیگه، علم سوالات این آزمون به درد من نمیخوره. تونستم حل کنم دمم گرم، نتونستم ولش کنم. تو آزمون خونگی هم همینطوریه، نتونستی ولش کن، ولی بعدش بیا تحلیل کن که اگه بعدها دوباره سوال دیدی مشکلی نداشته باشی. خب در کنار این سوال علامت ضربه در می‌زنیم، ردشون میکنیم، دیگه هیچ وقت هم سراغشون نمیایم. شماره سوال رو در پاسخنامه با شماره آن در دفترچه سوال مطابقت بدید. خب من پیشنهاد میکنم بچه‌ها همین تستایی که تو تمرینیه که تو خونم که میزنن آموزشی، یه پاسخ برای واسه خودشون درست کنن، تو اون وارد کنن که عادت کنن. هر 5 یا 10 تا سال یک بار تکرار کنید تا از جابجا زدن پاسخ جلوگیری کنید. پیشنهادی که مثلا واسه آزمون آزمایشی یا کنکور میشه اینه که هر یه صفحه رو که جواب میدین برید داخل پاسخ برگتون وارد کنید. نه مثلا بذارید زیست تموم شه، فیزیک تموم شه، شیمی تموم شه بعد وارد کنید. همون موقع هر تقریبا ساله یه صفحه رو که جواب دادین برید واردش کنید. تقریبا بین همون 5 تا 10 تا سوال میشه. زمان رو کنترل کنید. بازم بعد زمان سعی کنید به سوالات هر درس حداکثر در مدت زمان استاندارد که روی دفترچه یا بالای هر درس نوشته شده پاسخ دهید. توجه کنید عدم کنترل زمان در آزمون‌های مختلف تجربه تلخی را برای برخی از داوطلبان به همراه داشته. بنابراین در آزمون 4 گزینه‌ای تسلط بر مطالب به تنهایی کافی نیست، بلکه پاسخ دادن به سوالات در زمان معین نیز بسیار مهم است. بچه‌ها توی جلسه و هم آزمون آزمایشی یا کنکورتون جنگ علم و جنگ زمانه. به نظرم بیشتر جنگ زمانه. مدیریت زمان چجوری میشه زمان کنترل کرد؟ تست زیاد، تست زماندار زیاد.
یه سری میگن بیا مثلا برج 1 2 2 3 ماه قبل کنکور تست زماندار شروع کنیم. خب چه فایده داره؟ اون موقع اگه مشکل زمان باشه دیگه وقتی میمونه واسه جبران کردنش. از همین الان سعی کن زماندار درس بخونی، زماندار تست بزنی، کرونومتر بذار، بگو من توی 2 ساعت باید مثلا 20 صفحه زیست رو بخونم، توی مثلا 2 ساعت باید 50 تست زیست رو بزنم تحلیلم کنم. واسه خودت زمان بگیر تا بعدا اذیت نشی. پاسخ درست رو همون موقع پیدا میکنید، بلافاصله در پاسخنامه علامت بزنید، زیرا ممکن است بعدا دیگر زمانی برای انتقال پاسخ ها به پاسخنامه نداشته باشید. میگه خب این دوتا در تضادن. خب این دوتا اول که این مطلبی که اینجا نوشته، این مطلب خب ربطی به اون جمله‌ای که نوشتن، این نوشته هر 5 تا 10 تا بیا جواباتو چک کن. اون یه پیشنهاد بود که من دادم، پیشنهادم میتونی انجام بدی. دونه دونه وارد کردن با صفحه‌ای وارد کردن هیچ فرقی نداره. صفحه‌ای وارد کردن نشون میده که یه مقدار بیشتری میتونی زمان ذخیره کنی. هیچ فرقی نداره. اینم اینجوری نوشتیم که سوالی از دست در نره. تمام سوالات دفترچه رو بخونید. بعدها نزدیک کنکور یه کارگاه دیگه داریم به نام کارگاه مدیریت دفترچه. من تو اون به شما یاد میدم که باید از 45 تا سوال زیست وقتی اومدی بیرون دیگه ای وای 25 تا اول رو دیدم 10 تاش آسون بود ولی 20 تاشو نتونستم اصلا ببینم، نه که نزنم، ببینم. بعد می بررسی میکنیم ای وای تو اون 20 تا 18 تاش آسون بود و میتونستی حل کنی. چجوری؟ اینو بعدا توی کارگاه مدیریت دفترچه بهتون میگم که چجوری به همه سوالا برسید. در حد یه روخانی اینجا داریمش. در هنگام پاسخگویی به سوالات از اولین سوال شروع کرده و تمام سوالات رو بخونید. برخی افراد اگر در درس به چند سال متوالی نتونن پاسخ بدن، روی خود را از دست داده و گاهی اوقات ممکن است بقیه سوالات رها کرده یا به دقت کافی آنها را نخوانند. همینجا پاز بزنیم. کنکور دی 402 فکر کنم حدود صفحه اول کامل بیشتر حتی تا 10 تا سوال اولش جزء سوال سخت و بچه‌ای که رفتن سر جلسه تون تون ردش میکردن. کسی که باخت داد ولش میکرد، گفت دیگه زیستم خراب میکنم، ول کرد. واقعا رویش باخت. یه سری گفت نه بذار برم جلو، رفت شدی سال 9 10 11 تا سال 15 آسون بود. 15 تا 20 خورده ایش شد متوسط، دوباره آسون اومد. آخر دفترچم شد آب خوردن. این اتفاق افتاد. اومده بودن سخت‌ها رو این میشه تکنیک طرح سوال واسه طراح. اون طراح کنکور بزرگترین آزمون کشور رو داری میدی. قرار نیست که از همون اول یه جوری واسه تو سوال بچینه که تو لذتش رو ببری. میخواد اذیتت کنه. نفس عمیقی بکشید، با خود بگوی حتی نفراتی که رتبه این خیلی مهمه. نوشتم اعتماد به نفس. این خیلی مهمه. اعتماد به نفس از دست ندید. حتی نفرات برتری هم که اون سال قبول میشن تمامی سالا نمیتونن پاسخ بدن. یه سری سوالات ول میکنن. اگه سخته واسه همه سخته. بچه این خیلی مهمه، زیرا در دروس مشکل نیست سوال است. این میشه تکنیک حل سوال. مثلا کنکور 400 و 400 ما 30 تا سوال سخت ریاضی داشتیم. تو اون 30 تا به نظر من 10 تا سوال آسون داشت. 10 تا سوال آسون حل کردنی داشت. برو آمار کنکور 400 رو نگاه کن. 400 مگه ریاضیش وحشتناک نبود؟ برو آمارش نگاه کن. چه سوال ساده ای داشت. لگاریتمش رو نگاه کن. چه سوال ساده ای داشت. پس ساده هم قراره توش باشه. به خاطر میگم تمام سوالات دفترچه رو حداقل یه بار باید بخون. اگر سوال رو پاسخ دادید آن رو تغییر ندید. این واقعا دوشک بودن یه عجله، چون کنکوریه. و تحقیقات نشون میده که احتمال درست بودن پاسخ برای اولین بار به ذهن میرسه بسیار زیاد. تمام صفحات دفترچه رو دقیقاً بازبینی کن. یعنی واقعا بوده که دفترچه رسیده صفحات دفترچه رو میشمرده و در آخر هم دوباره چک کرده صفحاتی که زده رو دوباره شمرده که با اول و آخرش با هم وفق داشته. بودن دانش آموزایی که یک صفحه رو کلا ندیدن.
برخی از صفحات سوال جلوگیری میکنه در سوالاتی که نیاز محاسبه داره علاوه بر سرعت عمل دقت هم. بچه سرعت و دقت تضاد همه. سرعتت بره بالا دقتت میاد پایین. تمام صفحات دفترچه رو دقیق بازی میکنه. گفتمش این کار از فراموش کردن یا ندیدن برخی از صفحات سوال جلوگیری میکنه. در سوالاتی که نیاز محاسبه داره علاوه بر سرعت عمل دقت کافی نیز داشته باشید. فکر کنم مطلب بالا دوباره اینجا نوشته شده. آره دقیقا همینجا دوباره نوشته شده. ابتدا بر مطالب و مفاهیم کتاب تصویب. بچه‌ها یه چیزی میگن زیست از کتاب بعد همین ترجمه میکنن. نه نیست، واقعا زیست از کتاب. همین درس کنکور از کتاب. تمام تستای ریاضی رو میتونی داخل کتاب پیدا کنی. شبیه واقعا مثلا کنکور فکر کنم 400 بود، تست بین‌سازی خودشو برداشته و گذاشته بود. تمرین کتاب برداشته و گذاشته بود تست. نمره منفی بگیرید که عادت کنید. بازنه نمره منفی داره و بررسی دقیق. این چیزی که من خیلی بهش تاکید دارم واقعا. چی؟ تحلیل آزمون. تحلیل آزمون واقعا مهمه. در هنگام مطالعه خود را به جای طراح سوال بذارید. وقت درس میکنه از خودتون سوال میپرسین. خب سلولای معده رو خوندم. سلولی که میتوکندریش به سطحش نزدیکتره. خب میگی این. سلولی که عمقی‌تر میگی این. سلولی که مرزه شاید مسخره باشه ولی واسه خودت طراح سوال باش. صورت سوال واسه خودت طرح کن. پاورقی ها از همه مهمتر تصاویر، نمودارا. تصاویری که داریم میبینیم مثلا بازم درس زیست مثال میزنم، حتی شیمی چقدر وحشتناک داره ازشون سوال میاد. دی بازم 400 آماری که دقیق دارم فکر کنم از 45 تا 17 تاش تا 27 تاش به طور مستقیم و غیر مستقیم از تصاویر سوال داده. صورت سوال، پاسخ صحیح. پاسخ داخل واقعا توی صورت سوال میتونی پاسخ رو پیدا کنی. چیز معروفی داره میگه نیمی از پاسخ در صورت سوال ها. دقیقا همینه. بازم مفاهیمی که دیدی سریعتر. بازم سرعت و زمان خیلی مهمه. از طولانی بودن سوال نترسید. دقیقا گفتم ساده سازی کن. نکات مهم تستای کوتاه، تستای بلند بی بخاره. فقط واسه اینه که دانش آموز بترسونه. ولی اگه تست زیاد حل کرده باشی، آزمون زیاد زده باشی، میفهمی که اصلا قرار نیست اتفاق خاصی بیفته. خب این رنگش عوض کنیم چون راجع به گزینه‌ها میخوام صحبت کنیم. مراحل مواجهه با گزینه‌ها. خب بازم مطالعه خط‌بر. گفتیم که مطالعه خط‌بر همون با مداد اینجا توضیح دادیم. با مداد یا انگشت ایناش. با مداد یا انگشت کار رو پیش ببریم که هم سرعت عمل رو هم دقتمون بیشتر بشه. خب بحث دیگه سر گزینه است. مطالعه هر گزینه تا آخر. کلمات آخر هر گزینه را با دقت بخوانید. زیرا ممکن است با عجله یا کم دقتی گزینه‌ها رو تا آخر نخونید. نمونه بارزش واحدهای فیزیک و در پاسخگویی دچار اشتباه شد. ضمناً برخی از گزینه‌ها دو یا چند قسمتی هستند. درس شیمی و درس زیست‌شناسی. و صحیح بودن قسمت اول گزینه به معنای صحیح بودن کل گزینه است. این موضوع در دروس حفظی مفهوم میشه، همون درس زیست‌شناسی و درس شیمی بخش حفظیاتش. مثلا نقطه چینایی که میذارن دو نقطه چینه، نقطه چین اول درسته و نقطه دوم اشتباهه. مرتب خوانی این هم خیلی مهمه. برای جلوگیری از اشتباهات چشمی جدا توصیه میشه تا گزینه‌ها رو به ترتیب بررسی کنید. بررسی گزینه از اول تا چهارم. از اول تا چهارم. ولی اگه عادت کردید از چهارم به بررسی گزینه بررسی، عادت خودتون رو تغییر ندید. ولی سر جلسه نه اول دو روز بررسی کن، بعد یک، بعد چهار، بعد سه. یا اول به چهارم یا از چهارم به اول. همیشه این عادت ذهنت نخواد سر جلسه تغییرش بدی. بازم بحث قید، بازم زیست شناسی و بازم یعنی واقعا ازش ضربه خوردن.
دیگه داره کنکور میره سمت دقت، سمت کلبان، سمت تیزبینی، ریزبینی. قیدا خیلی مهمه. یعنی تو کتابت هم قیدایی که وجود داره بیشتر واسه شیمی و زیست شناسی دورش دایره بکش، یه رنگ هایلایت جدا واسش نگه دار. کشیدن خط ممتد، این تکنیک واقعا تکنیک قوی. حالا شکلش هم گذاشتم اینجا. کشیدن خط ممتد روی گزینه اشتباه. اگر گزینه اشتباهی دیدی، معمولا درس فیزیک و ریاضی که عددن هیچ، ولی واسه شیمی و ریاضی یه خط بزرگ روش بکش. تو اون دفترچه ازت تمیز نمیخوان تعبیر، هر چه تمیزتر باشه قبولیت احتمالش بیشتره. نه اصلا تمومش کن، لهش کن. هنگام مقایسه و بررسی سریع توجه مجدد بیمورد به گزینه اشتباه نکنی. داشتیم تو تستای نقطه چینی نصفش از گزینه یک خونه، نصفش از گزینه دو، نصفش از گزینه سه خونه، نصفش از گزینه چهار. کنار هم دیگه قدم استرس داره که متوجه نمیشه، احتمال خطای چشمی وجود داره. حذف گزینه اشتباه. اگر پس از خواندن سوال یا مراجعه به گزینه نتونستید پاسخ سریع حدس بزنید، روی گزینه که مطمئن هستید اشتباه خط بکشید. چرا؟ وقتی یه تست رو میزنی 4 گزینه احتمال درست بودن 25%، ولی وقتی یکیش حذف میکنید که مطمئنین این نیست، احتمال درست بودنش حالا میشه 33%. یکی دیگر هم حذف میکنید، احتمال درست بودن بین دو تا گزینه هر کدوم 50. فکر کن بتونید تو اون دو تا گزینه هم بازم غلط پیدا کنید، این دیگه احتمال درست بودن 100%. ولی وقتی مستقیم میرین سراغ گزینه درست، حالا جلوتر راجعش حرف میزنیم، مستقیم میرین سراغ گزینه درست، این یعنی اشتباه. احتمال 75% غلط میزنید. تعداد گزینه‌ها محدودتر شده و سریعتر به پاسخ صحیح میرسید. بررسی هر 4 گزینه. زیرا گاهی اوقات گزینه صحیح یا چهارم همین موارد. گزینه اول میبینی میزنی تموم شده رفت. بعد میای خونه تحلیل میکنی، میگه دو هم درست بود، سه هم درست بود. مورد 4 داشتیم همه موارد. با دیدن اولین گزینه درست نیا بزن، این بهش میگن دام آموزشی. چرا؟ چون اون طراح میاد میذاشت گزینه اول که تو اشتباه کنی. حذف گزینه‌ها هم معنی و مطالعات هم معنی قطعا نمیتونه جواب باشه. مثلا یه سوال فیزیک تو حل کردی، یکیش گذاشته 2 به اضافه 2، یکیش گذاشته 4. اون جفتش غلط. اگه میخواد درست بود یه دونش میذاشت جواب. اگرچه اصول کلی مواجه با صورت سوال و گزینه‌ها در همه سوالات مشترک، اما با توجه به مثبت و منفی بودن درخواست هر سال نحوه مواجهه متفاوت. البته یه درخواست منفی داریم، یه درخواست مثبت. مثبت که میشه است و دارد و درست و صحیح و میباشد و واجد. منفی ها میشه نیست و ندارد و نادرست و غلط و نمیباشد و فاقد. کرده اونی که بیشتر به دانش آموز به اشتباه میندازه درخواست منفی است. چگونه مواجه با تستای درخواست مثبت؟ خوب گوش کنید. خواندن صحیح و دقیق گزینه قبلا کار کردیم. خواندن هر گزینه تا آخرم کار کردیم. مورد سوم و چهارم پیدا کردن 3 گزینه غلط و حذف آنها. توی درخواست مثبت باید گزینه غلط رو پیدا کنید، دارای دام آموز رو پیداش کنید و اون رو حذفش کنید. فقط به پیدا کردن گزینه صحیح بسنده نکرده و از غلط بودن هر 3 گزینه دیگر اطمینان حاصل نمایید. 4. با توجه بیشتر بودن احتمال وجود دام آموزشی در گزینه اول. به خاطر میگم همه رو بررسی کنه. ممکن شما گزینه اول رو بررسی کنی، دامش متوجه نشی، همون رو بزنی بری. خاطر میان توی دام آموزشی توی گزینه اول میذارن. عجله نکنید. خب این خیلی مهمه که عجله نکنید. و چگونه مواجه با تست‌های درخواست کنید. مورد اول و دومش که خواندن صحیح و دقیق گزینه‌ها که اوکیه. خواندن هر گزینه تا آخرم که اوکیه. عدم نیاز به صحیح بودن سایر گزینه‌ها. این دیگه واسه تستای درخواست من مثلا کدوم مورد نادرسته است تو نهاد بگردی درست داد بدیم، این مستقیم برو سراغ همون نادرسته. برخلاف تستای درخواست مثبت یه گزینه است که با نادرست توش پیدا کنه تمام دیگه. غرق نشدن در گزینه‌ها و فراموش نکردن خواسته است. متنش طولانی، توضیحش میدم واسه.
بچه‌ها مثلا نوشته کدام مورد نادرست است. میاد دو تاشو قطعی پیدا میکنی، دو تاش میمونه. غرق گزینه ها میشی. خب غلطه رو هم پیدا میکنی ولی گزینه درست در میزنی. فهمید چی شد؟ مثلا ساده بزنم، 4 تا گزینه شده کدوم مورد درست است. A B D F. خب میگین غلط، C نداره. خب حذفش. یکی دیگهش مثلا باشه C B A G مثلا، اینا حذفش. 2 تا گزینه میمونه، یکیش نشه A B C D E F، یکیش نشه A B C D E شو جا انداخته. خیلی سخت شد. حالا مثال میزنم، چیکار کنم چیکار نکنم. یه غرق سوال میشه، یه چک میکنیم یه A E نداره. خب پیدا کردی غلط شد. ولی گزینه A این کامله رو میزنی. چرا؟ چون غرق گزینه شدی. یه لحظه صورت سوال از ذهنت رفت که تو اصلا دنبال غلطی، نمیخوای درست رو پیدا کنی. درخواست منفیا کلماتی چون نیست و ندارد و فاقد. غرق شدن تو گزینه. مثالش هم زدیم. مثال دانش آموز در یه تست درخواست منفی 2 گزینه که از نظر علمی دارای بار درست هستن رو حذف میکنه و برای یافتن پاسخ بین 2 گزینه دیگر دچار تردید میشه و مقایسه این 2 گزینه میپردازه. یعنی در چنین حالتی ممکن چند بار 2 گزینه رو با هم مقایسه کنه، اما به طور عجیبی هنگام انتخاب پاسخ به دلیلی که ذکر شد، یعنی ذهن انسان به طور اتوماتیک به دنبال انتخاب گزینه دارای عبارت صحیح. خواسته سال از یاد میبره و اشتباها در این تست درخواست منفی گزینه را که در نظر علمی صحیح است انتخاب میکنه. همون فهمید ای نداره، کلمه ای حرف ای رو نداره ولی اونو نزد چون غرق شده بود سال. وقتی دانش آموزی پس از یه آزمون دیدین که اتفاق میفته 4 گزینه ادعا میکنه مثلا در کلماتی در سال کلمه نیست رو است دید. در واقع اینجوری نیست، به احتمال زیاد این گونه نیست. وی دچار غرق شدن تو گزینه‌ها شد. به خاطر این بیاین دور مثلا کلمه نیسته یه دایره بزرگ بکشیم که این نیسته در مرکزش باشه و وقتی که حالا همه رو بررسی کردیم دوباره مرکز دایره نگاه کنیم که این نیست میخواد باید غلطه رو بزنم. امیدوارم که از حالا بهره به اندازه کافی بهره برده باشیم و یه تغییر و تحولی توی روند تستنیتون اتفاق افتاده باشه.